در بین 11 ساعت نیمه دوم روز 29 نوامبر و شب 30 نوامبر سال 2023 در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان دو زمین لرزه اقتدارشان از 4 بال بالا ثبت شده است. بنا به اطلاع مرکزهای بین المللی زلزله نگاری که زمین لرزه ها را در سراسر سیاره به صورت شبانه روزی پیگیری و ثبت میکنند، زمین لرزه اول نیمه دوم روز 29 نوامبر ساعت 15:59 دقیقه به وقت تاجیکستان در عمق 127 کیلومتر زیر بستر زمین رخ داده. اقتدار آن در مرکزش 31 کیلومتری شرق مرغوب طبق جدول ریختر 4.5 بال را تشکیل داده است. زمین لرزه دوم ساعت 03:09 دقیقه شب 30 نوامبر سال 2023 در عمق 124 کیلومتر زیر بستر زمین رخ داده. اقتدار آن در مرکزش 27 کیلومتری جنوب شرقی شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان 4.4 بال را تشکیل داد. خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علوم تاجیکستان این دو زمین لرزه رخ داده در قلمرو جمهوری را هنوز شرح نداده است. درباره کدام خسارات یا آسیب دیدن آدمان بر اثر این آفتهای طبیعی گزارش به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جاگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. اکثر این زمین لرزه‌ها در شرق تاجیکستان و در مرز با افغانستان رخ می دهند.